بگویم صد هزاران داد از این چو فردا داد و خواه بگویم صد هزاران داد از این که زلفانت بواد تاره ربابم چی می‌خواهی از این حال خرابم تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شب آیی سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوش و خوب و سرحال باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ فوق العاده زیبای شادکام عزیز می باشه. دوستای عزیز، من میخوایم در شروع از تمام دوستایی که ویدیوها را میبینن و این کانال را سپورت میکنن یک جهان تشکری کنم. کامنت های زیبای شما بسیار سازنده است، یعنی من بسیار تشویق میکنه. همچنان دوستای بسیار عزیز ما که کانال مادی کمک میکنن، ممبرشیپ خریدن، از اینا من یک جهان سپاسگزاری میکنم که اگر این کانالم پایدار باقی بمانه ما مدیون امی دوستای ما هستیم که کانال به حساب ممبرشیپ میخرن و مادی سپورت میکنن تا که من امکانات زیاده داشته باشم که در خدمت شما دوستای عزیز باشم. دوستای عزیز، شعر آهنگ از بابا طاهر اوریان می باشه و کمپوزش فکر میکنم کمپوزیتورش آقای شادکام می باشه. البته من مطمئن نیستم، فکر میکنم دوستای عزیز اگر شما مطمئن هستین که این کمپوز از استاد شادکام است، لطفا در قسمت کامنت ها ما را هم در جریان بگذارین. فوق العاده آهنگ زیبا، بسیار زیاده آهنگ احساس است. میریم و یک جای ایره کار میکنیم. دوستای عزیز، آهنگ زیبا در اسکیل راگ بلاول جور شده. دوستای عزیز، راگ بلاول اگر ما از اینجا بخونیم، در راگ بلاول 7 سر رفتش بود و آمدش بود، تمامش شده است، تمام سرها شده است، ولی در این آهنگ سر ده و سر نی اردو سر، یعنی کمال شد اردو سر ده و اردو سر نی استفاده شده. ایره ما میریم در اسکیل راگ بلاول یک جای تمرین میکنیم. خب ما میخوایم ایره از ای بخوانم، از این اینجا میبینیم که اگر ما از ای بخوانیم اسکیل راگ بلاول چه رقم شکل داره. که دوستای عزیز، امی راگ بلاول یا میجر سکیل، یک نوع میجر سکیل است، یعنی ما آل ای میجر سکیل کار میکنیم. سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری سا. حالا ما اسکیل دیدیم، یعنی میفهمیم رای ما را میفهمیم که کدام نوت ها استفاده شده. ای بر ازی هسته که کار ما آسان شده. فهمیدن اسکیل بر ازی است که کار ما آسان شده و ما با آسانی بتونیم بنوازیم و بخوانیم. آهنگ از اینمی ای میجر کورد شروع میشه، اما معکوسش، یعنی
inversion. پا از اینجا میایه the lower octave. سا ریگا ما پا. اینی میایه ای دوتا ده اینجا میمانه ای دوتا. پا از اینجا میایه اینجا و ما میتونیم ای رقمون بگیریم. اتر. اینمی خودش ای میجر کورد هسته. خب البته یک آلاب داره دسترش که ما آلاب از این نمی کورد شروع میشه، یعنی از رود کورد شروع میشه، ولی آستایی باز از معکوس کورد شروع میشه. مال اول امی آلاب کار میکنیم که از رود کورد است، ای میجر کورد و از گه شروع میشه آلاب. آهنگ پس نمی کورد ای میجر کورد پس استارت میشه. حالا امروی یک انگشت کار میکنیم. باز آستایی از معکوس امی کورد این از اینجا این اتر این رقم آستایی شروع میشه. دو زلفانت از پا شروع میشه ولی از لاور اکتیف. دو زلفانت بواد تاره ربابم. چی میخواهی از این حال خرابم؟ چی میخواهی از این حال خرابم؟ تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شب همراه یک انگشت. دو زلفانت بواد تاره ربابم. چی میخواهی از این حال خرابم؟ تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شب آیی بخوابم؟ بتا در قصد زارم چرایی، گلم در نیستی خورم چرایی؟ تو که بارز دوشم بر نداری، میانه بار سر بارم چرایی؟ تو که نوشم نیمیشم چرایی؟ تو که یارم نیتشم چرایی؟ تو که مرهم نی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی؟ خب همراه یک انگشت.
بتادر گمپا بتادر قصدیا زارم چرایی گلم در نیستی خارم چرایی تو که باریز دوشم بر نداری میانه با سر بارم چرایی تو که نوشم نی نیشم چرایی تو که یارم نی دیشم چرایی تو که مرهم نی زخم دلم را نمک پاش دل ریشم چرایی این تکرار است دیگه را یک انگوش نشان نمیتونم براتون دوستای عزیز و انتریش هم از اینمی کورد است ای میجر کورد و انتره از گه شروع میشه خدایا باز اینجا گمپا خدایا داد از این دل داد از این دل که یک دم من نگشتم شاد از این دل چو فردا داد خواهم بگویم 100,000 داد از این دل چو فردا داد خواهم بگویم 100,000 داد از این دل. دوستای عزیز ما اینجا دیدیم که سر کومل ده و کومل نی همچنان اینجا استفاده شد. این دو تا سر که اصلا اسکیل نیستن اینا بیرون از اسکیل استفاده شدن دوستای عزیز و امی در احساس آهنگ بسیار زیاد تاثیر کرده و آهنگ بسیار زیاد مقبول تر ساخته. شما ببینین که امروز یک انگشت کار میکنه و شما ببینین که نوت کومل ده و کومل نی ما چه رقم استفاده کردیم. خدایا داد از این دل داد از این دل که یک دم من نگشتم شاد از این دل چو فردا داد خواهم بگویم 100,000 داد از این دل چو فردا داد خواهم بگویم 100,000 داد از این دل. دو زلفانت
دوستای عزیز تمام آهنگ اینمی بود و ما دی ریتم کروا را دی استفاده کردیم و در تمپوی 20 ما میدیم. ایده دوستای عزیز یک جای با ریتم کار میکنیم. bowad tare robabam چی میخواهی از این حال خرابم چی میخواهی از این حال خرابم تو که با چرا هر نیمه شب آیی بخوابم چرا هر نیمه شب آیی بخوابم با تو در قصد زارم چرایی گلم تو که باری ز دوشم بر نداری میانه بار سر بارم چرایی تو که نوشم نینشم چرایی تو که نمک پاش دل ریشم چرایی چو فردا داد خواهند بگویم 100,000 داد از این دلم دور است و احوالش ندارم کسی که پیغامش رسانم خداوندا ز مرگم مهلت ده که دیدار بدی دارش رسانم
از